بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم جلسه دیگری از مباحث آموزش مجازی رو در واقع شروع کنیم. بحث امروز ما در ارتباط با ناحیه پاروتید و ماستریک و در واقع حفره اینفراتمپورال هست. قبل از شروع این نکته رو خدمتتون بگم که مباحث این دو موضوع در ارتباط با هم هست و ما نیاز داریم که برای اینکه توالی مطلب حفظ بشه این دو مطلب رو در امتداد هم بگیم و یه مقدار این جلسه در واقع طولانی خواهد شد. از ناحیه پاروتید و ماستریک شروع میکنم. مستحضره که در ناحیه صورت روی راموس مندیبل یک قسمتی رو تحت عنوان ناحیه پاروتید و ماستریک در نظر میگیریم. ناحیه پاروتید و ماستریک شامل هست بر عضله مستر و غده بزاقی پاروتید یا بناگوشی. این ناحیه از صورت همون قسمتی از صورت بود که در واقع فاشیای عمقی داشت و این فاشیای عمقی از قسمت لایه اینوستینگ گردن به این ناحیه کشیده شده بود. خب میخوایم در مورد غده بزاقی بحث رو شروع کنیم. عضله مستر جلسه گذشته توضیح داده شده، میخوایم بریم به سمت غده بزاقی پاروتید. غده بزاقی پاروتید یه حالت تقریبا هرمی شکل و وارونه رو خواهد داشت. اینکه بیس این غده در قسمت بالا نزدیک به مجرای گوش و مفصل TMJ قرار داره. رأس اون به سمت پایین هست توی گردن. گفته میشه که تا حتی مثلث کاروتید گردن هم میتونه امتداد داشته باشه. یه سطح خارجی برای این غده اینجا دارید مشاهده میکنید و سطوحی از این غده به سمت داخل هست. برای اینکه این رو ببینیم بایستی برشی به صورت عرضی داشته باشیم. از تصویر بعدی کمک میگیریم. یه برشی زده در ناحیه‌ای که این غده بزاقی قرار گرفته. سطح خارجی براش مشخص شد. گفتیم دو تا سطح از اون هم به سمت داخل هست، یکی به سمت داخل و قدام و یک قسمتی هم به سمت داخل و خلف. لذا تحت عنوان سطوح انترومدیال به این ترتیب و سطح پوسترومدیال به این حالت نمایش داده خواهد شد. پس این غده بزاقی بیسی در بالا داشت، اپکسی در پایین داشت، سطح خارجی داشت، سطح انترومدیال و یک سطح پوسترومدیال براش متصور خواهیم بود. خب سطح انترومدیال مجاور هست با راموس مندیبل. نگاه میکنید اینجا راموس هست و عضلاتی که به راموس مندیبل در نمای خارج و داخل متصل شده. در قسمت خارجی موقعیت عضله مستر وجود داره و در قسمت داخلی موقعیت عضله تریگوئید داخلی هست که در ادامه امروز براتون توضیح خواهم داد. سطح پوسترومدیال سطحی هست که عمده عناصری که وارد غده میشه از این سطح در واقع وارد غده خواهد شد. این سطح مجاور هست با زائده ماستوئید و عضلاتی که بهش متصل هست مثل عضله SCM، مثل محل شروع عضله دیگاستر و همچنین با زائده استایلوئید و سه تا عضلات استایلوئید که به اون متصل هست، استایلوهایوئید، استایلوگلوسوس و استایلوفارنژئوس که بهش متصل خواهد بود. نهایت عمقی ترین قسمت از این عضله نزدیک میشه به جداره حلق. اینجا به صورت شماتیک موقعیت فارینکس یا حلق رو براتون نشون داده. یه مقدار تصویر رو واقعی تر میکنیم. میخوایم موقعیت غده بزاقی پاروتید رو در سطحی تقریبا معادل همون برش ارضی نگاه کنید. سطح لترال اینجا، سطح انترومدیال اینجا، غده مجاور میشد با راموس مندیبل و عضلاتی که بهش متصل است. در قسمت خلفی هم سطح پوسترومدیالش رو میتونید مشاهده کنید و دو تا از عضلاتی که به در واقع زائده ماستوئید متصل خواهد شد. به طرف داخل نگاه کنید. اینجا موقعیت حلق هست و جداره حلق تو این ناحیه براتون مشخص خواهد شد. باز به طریق دیگه‌ای به صورت ساده‌ای در واقع سعی کرده که این غده بزاقی پاروتید رو نشون بده. سطح خارجی اینجا موقعیت پوست صورت هست، سطح انترومدیال و سطح پوسترومدیال. میگیم که دور تا دور غده رو یه فاشیایی پوشش داده و این فاشیا در قسمت سطح خارجی ضخیم هست
و به ویژه در قسمت داخلی هم ضخامت بیشتری پیدا میکنه و یه رباطی تحت عنوان رباط استایلومندیبولار در واقع ازش به وجود میاد. این رباط استایلومندیبولار رو به عنوان یکی از رباط‌های فرعی مفصل TMJ در نظر خواهیم گرفت. سطح خارجی مجاور پوست هست. پوست این ناحیه از صورت از اعصاب گردنه، از شبکه گردنی، از عصب گریت اوریکولار عصب میگیره، بنابراین شاخه هایی از گریت اوریکولار رو اینجا نشون داده. همین تصویر به ما نشون خواهد داد که یه سری عناصری هم هست که در ضخامت غده پاروتید قرار داره. معمولا 3 تا عنصر از سطح به عمق گفته میشه که داخل غده پاروتید هست. سطحی ترینش عصب فیشیال یا عصب صورتی است و در واقع محل تشکیل یک وریدی تحت عنوان ورید رترومندیبولار خواهد بود و عمقی ترینش انتهای شریان کاروتید خارجی و 2 تا شاخه انتهایی این شریان رو شامل خواهد شد. پس وقتی این غده رو داریم بررسی میکنیم نیاز هست با عناصری که داخلش قرار گرفته و مسیر عبورش از داخل غده هست آشنا بشیم. اول شروع میکنم از این عصب فیشیال. عصب فیشیال از جمجمه خارج میشه از فورامن استیلوماستوید. نگاه میکنیم اینجا زائده ماستوید، اینجا استایلوید، ما بین این دوتا فورامن استیلوماستوید در جمجمه هست و از همین محل عصب فیشیال خارج میشه. از سطح پوسترومدیال غده وارد غده میشه. داخل غده یک شبکه‌ای رو قرار تشکیل بده. حالا به صورت شماتیک اینجا یه عصب نشون داده. یه شبکه‌ای داخل غده تشکیل میشه و شاخه های اون از این سطح انترومدیال نزدیک به صورت قراره که وارد صورت بشه. به تصویر بعدی نگاه میکنیم. پس این عصب فیشیال وارد غده بزاقی پاروتید شد و شاخه هاش اومد رسید به صورت. تعداد زیادی شاخه داره. برای اینکه این شاخه ها رو بتونیم دسته‌بندی بکنیم از یک تصویری مشابه این استفاده میکنیم. دستی که روی صورت قرار میگیره و در امتداد 5 تا انگشت 5 گروه شاخه برای عصب فیشیال در نظر گرفته خواهد شد. خب این 5 تا شاخه 5 تا گروه شاخه هایی که خواهد داشت شامل بر شاخه های تمپورال، شاخه های زایگوماتیک، بوکال، مندیبولار مارژینال و شاخه سرویکال هست. به شاخه تمپورال، شاخه زایگوماتیک، شاخه های بوکال، مندیبولار مارژینال و شاخه سرویکال اون نگاه خواهید کرد. جلسه گذشته که بحث عضلات صورت رو خدمتتون توضیح دادم اونجا گفتم که عضلات اکسپرشن صورت عصبشون عصب زوج 7 یا همین عصب فیشیال هست. از طریق این شاخه هایی که خدمتتون گفتیم شاخه های تمپورال، زایگوماتیک، بوکال، مندیبولار مارژینال و سرویکال عنایت میکنید که همینجا توجه کنید میتونید به صورت کلی اینکه به کدوم عضله چه شاخه‌ای وارد میشه رو بتونید متوجه بشید. اینکه شاخه تمپورال داره میره به سمت ناحیه پیشانی، بطن گدامی عضله اوکسیپیتو فرونتالیس، عضله اوربیکولاریس اوکولی، عضله کوروگیتور سوپرسیلی رو اثر میده. شاخه زایگوماتیک عمدتاً به عضله اوربیکولاریس اوکولی هست. شاخه های بوکال به عضلات بینی و عضلاتی که از طرفین بینی تا گونه هست مثل بالا برنده لب فوقانی، بالا برنده لب فوقانی و پره بینی، زایگوماتیک مینور، ماژور و عضلاتی که دو این حول و حوش در واقع مثل ریزوریوس و اینها قرار خواهد داشت. برای لب تحتانی و ناحیه چانه شاخه مندیبولار مارژینال هست. پایین برنده گوشه دهان، پایین برنده لب تحتانی، منتالیس، اینا عصبشون به این ترتیب قراره که تامین بشه. و نهایت اینکه شاخه سرویکال اون از اسمش معلومه وارد گردن میشه و اینجا قراره به عضله پلاتیسما وارد بشه. عنایت کردید که پس عضلات اکسپرشن صورت عصبشون عصب فیشیال، عصب فیشیال 5 تا شاخه با توضیحاتی که خدمتتون خواهیم داشت. عنصر بعدی که در ضخامت غده بزاقی قرار داره عمقی‌تر از عصب موقعیت ورید هست. یه وریدی به اسم ورید رترومندیبولار قرار تشکیل بشه. میخوایم بگیم که 2 تا ورید
که این دوتا ورید هم اسم هستند با شاخه های انتهایی شریان کاروتید خارجی. کاروتید خارجی دوتا شاخه انتهاییش عبارت بود بر شریان تمپورال سطحی و شریان ماکسیلاری. هم اسم با این دوتا شریان وریدها وجود دارن: ورید تمپورال سطحی، ورید تمپورال سطحی و ورید ماکسیلاری. این دوتا ورید در ضخامت غده پاروتید به هم میرسن، وصل میشن به هم دیگه و یه وریدی رو میسازن تحت عنوان ورید رترومندیبولار. ورید رترومندیبولار در داخل غده به سمت پایین حرکت میکنه و اونجا به دو تا شاخه انتهایی خودش تقسیم میشه. یه دیویژن گدامی پیدا میکنه، یه دیویژن خلفی. یه دیویژن گدامی پیدا میکنه و یه دیویژن خلفی. این دیویژن گدامی هست که با وریدی که از سمت صورت میاد. دیویژن گدامی هست که با وریدی که از سمت صورت میاد به همدیگه وصل میشه، یه وریدی به اسم کامون فیشیال رو میسازه. حالا ممکنه وریدهای دیگری مثل ورید لینگوال یا از ناحیه گردن وریدهایی بهش اضافه بشه و این ورید همینجا عمقی میشه، در واقع تخلیه میشه به ورید اینترنال ژوگولار که مسیرش از اینجا داره گذر میکنه. دیویژن خلفی اضافه میشه به وریدی که از پشت گوش میاد، بهش میگیم ورید پوستریور اوریکولار، هم اسم شریانی بود. ورید پوستریور اوریکولار، این دوتا که به هم وصل بشن در واقع محل شروع یه وریدی سطحی توی گردن هست، بهش میگیم اکسترنال ژوگولار. مستحضری که اکسترنال ژوگولار جزو عناصر فاشیه سطحی توی گردنه و میره تا پایین تا ریشه گردن، اونجا عمقی خواهد شد. خب سومین عنصری که در ضخامت غده بزاقی پاروتید هست شریان کاروتید خارجی و دو تا شاخه انتهایی اون هست. فعلا میخوایم که یکی از شاخه ها رو بگیم و در امتداد بحثمون شاخه بعدی رو خواهیم گفت. شریان سوپرفیشیال تمپورال در ضخامت غده پاروتید حرکت میکنه به سمت بالا، از بیس غده خارج میشه. از بیس غده که خارج بشه از روی زایگوماتیک آرچ عبور خواهد کرد، وارد ناحیه تمپورال میشه و نهایتاً وارد اسکالپ خواهد شد و شاخه های مختلفی از این شریان جدا میشه. یکی از شاخه هایی که جلسه گذشته توی بحث صورت بهش اشاره کردیم شریانی بود تحت عنوان شریان ترانسورس فیشیال. شریان ترانسورس فیشیال از شریان های اصلی صورت بود. زایگوماتیک و اوربیتال شاخه دیگری است که داره میره به سمت گوشه خارجی چشم و عضله اوربیکولاریس اوکولی خواهد رفت. میدل تمپورال شاخه دیگری است که داره وارد عضله تمپورالیس که توی این ناحیه هست وارد میشه و انتهای این شریان وارد اسکالپ میشه که شاخه گدامی یا فرونتال و یه شاخه خلفی یا پریتال میره به سمت استخوان پریتال. اینا رو تو بحث خونرسانی اسکالپ مورد تاکید قرار دادیم. خب البته از این شریان جایی که از جلوی مجرای گوش رد میشه، شاخه هایی به مجرای گوش مفصل TMJ شاخه های کوچکی رو دریافت خواهد کرد. نکته مهم این که فرد هرچه لاغر باشه به راحتی میشه این شریان رو و نبض این شریان را روی در واقع گوسه زایگوماتیک به راحتی پیداش کرد. از این مطلبم رد میشم. پس ما تونستیم که تا اینجای بحث بتونیم بگیم که این غده بزاقی پاروتید کجا قرار داشت، عناصری که داخل غده وجود داشتی بود. خب این غده بزاقی قرار بزاقی رو تولید کنه، این بزاقی که تولید شد برسه به سمت دهان. از این جهت یه مجرایی تحت عنوان پاروتید داکت براش خواهیم گفت. پاروتید داکت روی عضله مستر به سمت گدام کشیده میشه، یه مجرای نسبتاً ضخیمی هست. به کناره گدامی مستر که رسید نفوذ میکنه به سمت داخل، میاد میرسه به عضله بوکسیناتور. ناچار هست عضله بوکسیناتور رو سوراخ کنه. همونطور که تو بحث صورت این عضله رو توضیح میدادیم، گفتیم که این مجرایی قرار اون رو سوراخ کنه. این مجرا در واقع مجرای غده بزاقی پاروتید بود و نهایتا میرسه به دهان.
در دهان یه پاپیلای کوچکی هم سطح دومین دندان آسیای بزرگ ردیف بالا وجود داره. انتهای مجرای غده بزاقی پاروتید به این ترتیب میرسه به وستیبول دهان. بزاقی تولید شده رسید به ناحیه دهان و وارد دهان خواهد شد. خب غدد بزاقی برای ترشح خودشون نیاز به پاراسمپاتیک دارن. به این ترتیب میرسیم به یکی دیگه از گانگلیون های پاراسمپاتیکی که در ناحیه سر و گردن وجود داره. گانگلیونی که در ارتباط با ترشح غده بزاقی پاروتید هست معروف به گانگلیون اوتیک. گانگلیون اوتیک مثل بقیه گانگلیون های پاراسمپاتیکی که در ناحیه سر و گردن وجود داره الیاف سمپاتیک و پاراسمپاتیک ازش عبور میکنه و ممکنه الیاف حسی یا حرکتی ازش در واقع سومین نوع الیافی باشه که میخواد رد بشه. پس به این ترتیب متوجه میشیم که گانگلیونی به اسم گانگلیون اوتیک وجود داره و این گانگلیون مسئول ترشح غده بزاقی پاروتید خواهد بود. موقعیت این گانگلیون در داخل حفره اینفراتمپورال مجاور با عصب مندیبولار قرار داره. به صورت ساده‌ای داره این رو براتون نشون میده و گانگلیون اوتیک رو مشخص کرده. نوع الیافی که از این گانگلیون عبور میکنه تصویر بعدی مشخص میکنه. الیاف سمپاتیک بدون سیناپس از این گانگلیون قرار رد بشن. سمپاتیک به این گانگلیون میرسه از طریق شریانی که مجاورش هست. این شریان میدل مننژال هست. پس سمپاتیک هیچ هایک کرده روی شریان میدل مننژال میاد میرسه به این گانگلیون، بدون سیناپس ازش عبور میکنه. نوع دوم الیافی که رد میشه الیاف حرکتی است. حالا در ادامه بحث براتون خواهیم گفت. الیاف حرکتی هستن که میرن به عضلات تنسوری که تو این نواحی قرار گرفته. تنسور تیمپانی، تنسور ویلی پالاتینی عضلات کشنده یا تنسوری هست که تو این قسمت وجود داره و عصب حرکتی اونها از داخل این گانگلیون بدون سیناپس عبور خواهد کرد. اما نکته مهم الیاف پاراسمپاتیک هست. الیاف پاراسمپاتیک تأمین میشه از طریق عصب زوج 9. عصب زوج 9 یا عصب گلوسوفارنژیال. میخوایم مسیر تأمین پاراسمپاتیک برای گانگلیون اوتیک رو بگیم. عصب زوج 9 از جمجمه خارج میشه. به صورت شماتیک محل خروجش رو فورامن ژوگولار رو براتون نشون میده. به محض اینکه عصب زوج 9 از فورامن ژوگولار خارج شد یه شاخه ازش جدا میشه به اسم شاخه تیمپانیک. دو تا تصویر رو با هم دیگه مد نظرتون خواهد بود. شاخه تیمپانیک وارد مجرا یا کانالیکول تیمپانیک میشه. کانالیکولوس تیمپانیک اونو میرسونه به گوش میانی. داخل گوش میانی یه شبکه ای رو تشکیل میده. حس گوش میانی رو تامین میکنه. این شاخه تیمپانیک الیاف حسی درش هست که برای گوش میانی اونجا تمام میشه و الیاف پاراسمپاتیکی هم داخلش وجود داره و این الیاف پاراسمپاتیکی از این شبکه خارج میشه، میره به سمت سقف گوش میانی. سقف گوش میانی رو بهش میگیم تگمنت تیمپانی. روی سقف گوش میانی یه مجرایی وجود داشت تحت عنوان مجرایی برای عصب پتروزال کوچک. به این ترتیب یه عصبی به اسم عصب پتروزال کوچک جدا میشه، تو این کانال داره به سمت گدام حرکت میکنه. عصب لیسر پتروزال میره به سمت فورامن اووال. فورامن اووال محلی هست که عصب مندیبولار هم از اون رد میشه. عصب مندیبولار جایی بود که این گانگلیون مجاور عصب مندیبولار قرار داشت. به این ترتیب عصب لیسر پتروزال عبور کرد، وارد حفره اینفراتمپورال میشه و تو این حفره میاد میرسه به گانگلیون اوتیک. تو این گانگلیون سیناپس میده. الیاف پست گانگلیونیک در واقع خارج میشه همراه شاخه های عصب مندیبولار که این شاخه خواهد بود به اسم عصب اوریکولوتمپورال. بعدا خواهیم گفت. همراه اون خواهد رسید به غده بزاقی پاروتید. پس عنایت داشتید که این مسیر طولانی تقریبا خدمتتون گفتیم برای اینکه پاراسمپاتیک تامین بشه. به صورت خلاصه تکرار میکنم اینکه عصب زوج 9 یه شاخه‌ای داد تحت عنوان شاخه تیمپانیک، حس بود
و پاراسمپاتیک حسش برا گوش میانی. پاراسمپاتیک جدا شد، عصب لیسر پتروزال اومد به سمت فورامن اووال، از اونجا عبور کرد رسید به گانگلیون اوپتیک سیناپس و الیاف پست گانگلیونیک خواهند رسید به غده بزاقی پاروتید. به این ترتیب سکرتوموتور یا ترشح غدد بزاقی پاروتید تامین خواهد شد. از این تصویرم رد میشم. در ناحیه پاروتیدوماستریک ما در مورد عصب فیشیال صحبت کردیم. نکته بالینی که میخوایم بهش اضافه بکنیم در مورد مسیر عصب فیشیال و صدماتی که در طول این مسیر ممکنه به این عصب وارد بشه که از جهت بالینی هم در واقع مهم هست. خب مستحضرید که ما برای مسیرهای حرکتی معمولا 2 تا نورون حائز اهمیت هست. یه نورونی تحت عنوان آپرموتور نورون میگیم که از قشر مغز شروع میشه، مثلا برای اعصاب نخاعی میاد تا به شاخ قدامی نخاع. نورون دوم یا لاور موتور نورون توی شاخ قدامی نخاع قرار خواهد داشت، از اونجا خارج میشه میره به عضلات بدن. برای اعصاب مغزی آپرموتور نورون از قشر مغز شروع میشه. لاور موتور نورون قرار گرفته تو ساقه مغز، توی هسته هایی که مربوط به اون عصب مغزی هست. مثلا داریم عصب فیشیال رو میگیم و یه هسته‌ای تحت عنوان هسته فیشیال وجود داره. پس به این ترتیب آپرموتور نورون از ساقه مغز، آپرموتور نورون از قشر مغز شروع شد و اومد رسید به هسته فیشیال. هسته فیشیال محلی هست که لاور موتور نورون، جسم سلولی لاور موتور نورون اونجا هست و از اینجا نورون بعدی شروع میشه تا برسه به عضلات صورت. پس مفهوم آپرموتور نورون و لاور موتور نورون مشخص شد. اون مسیری که من الان چند دقیقه پیش در مورد عصب فیشیال براتون گفتم در واقع لاور موتور نورون هست که از این هسته از جمجمه خارج شد و رفت نهایت رسید به عضلات اکسپرشن صورت. صدمه به عصب فیشیال میتونه در طول عصب فیشیال یعنی در واقع لاور موتور نورون صورت بگیره یا میتونه به آپر موتور نورون در داخل در واقع CNS صدمه‌ای وارد بشه. صدمه به لاور موتور نورون یعنی منظور صدمه به خود عصب فیشیال که میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا گفتیم که از داخل غده بزاقی پاروتید رد میشه، ممکنه سنگ هایی تو این غده بزاقی پاروتید ایجاد بشه، جراحی هایی انجام بشه این سنگ ها رو خارج بکنه. این جراحی ها ممکنه به این عصب صدمه وارد بکنه. یا شایع تر از اون عارضه‌ای به اسم فلج بلز هست، بلز پالسی وجود داره، مسیری که این عصب داخل جمجمه حرکت میکنه تا از فورامن استیلوماستوید خارج بشه. التهاب عصب در یک مسیر باریک باعث خواهد شد که به عصب فشار وارد کنه، عملکرد عصب مختل بشه و فلج عضلات صورت رو داشته باشه. به هر حال صدمه به عصب فیشیال یعنی منظور صدمه به لاور موتور نورون باعث خواهد شد که همه عضلات صورت در همون سمت در واقع فلج بشه، عصب حرکتی خودش رو از دست بده. نکته ای که در مورد عصب فیشیال حائز اهمیت بالینی مجدد خواهد بود این که این هسته فیشیال آپرموتور نورون رو به صورت متفاوتی دریافت میکنه. به همین تصویر نگاه کنید، قسمت های فوقانی این هسته از هر دو سمت یعنی هم از قشر سمت خودش و هم از سمت مقابل الیافی رو داره دریافت میکنه. منتها قسمت پایین این هسته که نورون هایی که ازش خارج میشن قراره برن به عضلات پایین صورت. اینا فقط از قشر سمت مقابل هست که آپرموتور نورون خودش رو دریافت کرده. بنابراین چنان که صدمه‌ای به آپرموتور نورون وارد بشه، عضلات سمت مقابل صورت و در قسمت پایین صورت قراره که صدمه ببینند و فلج بشند. خب از این دوتا تصویر میخوایم استفاده کنیم این مطلب رو یه مقداری واضح‌تر مشخص کنیم. به تصویر A نگاه میکنیم برای اینکه بررسی بکنیم عصب فیشیال رو باید از عملکرد عضلات صورت استفاده کنیم. خب سمت راست بیمار میتونه فرد چشم خودش رو ببنده، دندون ها رو نشون بده، یعنی هم عضلات بالای صورت هم پایین صورت کار میکنه.
ولی سمت چپ نمیتونه چشم خودش رو ببنده، یعنی اوربیکولاریس اوکولی کار نمیکنه، نه عضلات پایین صورت کار میکنه. بنابراین سمت چپ بیمار از بالا به پایین در واقع فلج هست. این نشون میده که لاور موتور نورون، یعنی خود عصب فشیال، بالاخره در طول مسیر خودش دچار صدمه است. عارضه بلز یه چنین علامتی رو روی بیمار ایجاد خواهد کرد. به تصویر بی نگاه میکنیم. خب عضلات بالای صورت در هر دو سمت کار میکنند. سمت چپ و سمت راست رو نگاه میکنیم. سمت چپ قوی تر کار کرده، چروک هایی رو در گوشه خارجی چشم میبینید، در سمت راست وجود نداره. نیمه پایینی صورت رو نگاه میکنیم. این طرف میتونه دندون ها رو نشون بده، اینجا نه. میبینیم که عضلات مثلا در سمت راست صورت و در قسمت پایین عمدتاً فلج هست. این نشون میده که صدمه به آپر موتور نورون و سمت مقابل، یعنی در سمت چپ و آپر موتور نورون صدمه دیده. به این ترتیب شما میتونید از شکل ظاهر بیمار، فلج عضلات صورت بیمار، متوجه بشید که صدمه به آپر موتور نورون یا لاور موتور نورون هست. عنایت میکنید که صدمه به آپر موتور نورون عمدتاً طی سکته های مغزی هست. مسیری که آپر موتور نورون طی میکنه تا بیاد برسه به لاور موتور نورون از طریق یه مسیری به اسم کپسول داخلی است. خون رسانی به این کپسول داخلی چنانچه توی سکته های مغزی و حالا دلایل دیگری ممکنه وجود داشته باشه و مختل بشه و این باعث میشه که آپر موتور نورون دچار صدمه بشه. توضیحات بیشترش رو از تصاویر پایینی میتونید که نگاه بفرمایید. این اولین بحثی که ما قرار بود امروز خدمتتون توضیح بدیم. از ناحیه پاروتیدوماستریک رد میشم و میریم به سمت یک قسمت مهمی تحت عنوان ناحیه اینفراتمپورال. اینفراتمپورال از این جهت به ویژه برای ما مهم است که خون رسانی و عصبدهی قسمت‌های دیگه جلسات بعدی که می‌خوایم بگیم عمدتاً امروز می‌خوایم تعیین تکلیف کنیم، بگیم که از کدوم شاخه است و چه مسیری مثلا به بینی، به حلق، به دهان خواهد رسید. مقدمتاً در مورد قسمت استخوانی حفره اینفراتمپورال محدوده استخوانیش رو بگیم و بعد بگیم چه عناصر اینجا در واقع وجود خواهد داشت. حفره اینفراتمپورال در قسمت گدامی میاد میرسه به استخوان ماکسیلا اینجا و جداره گدامیش ماکسیلا هست. جداره داخلی اون زائده تریگوئید هست. جداره خارجی الان اینجا وجود نداره و در واقع راموس مندیبل و زایگوماتیک آرچ خواهد بود. سقف این حفره عبارت هست از بال بزرگ اسفنوئید و قسمت اسکواموس از استخوان تمپورال هست. کف که به لحاظ استخوانی نداره، جداره خلفی هم که به لحاظ استخوانی وجود نداره و امروز که غده بزاقی پاروتید رو گفتم اضافه میکنیم که جداره خلفی اون به وسیله غده بزاقی پاروتید کامل میشه. همینجا بگیم که در سقف حفره اینفراتمپورال یک تعداد سوراخ ها رو میتونید ببینید. فورامن اووال، فورامن اسپاینوزوم براتون مشخص. جایی که جداره داخلی به جداره گدامی وصل میشه، یه شکافی به اسم شکاف تریگو ماکسیلاری وجود داشت. از این شکاف به حفره تریگو پالاتین دسترسی پیدا میکردیم. حفره اینفراتمپورالی که آشنا هستید، حفره تریگو پالاتینی که در جریانید، از طریق شکاف اوربیتال تحتانی میتونه وصل بشه به اوربیت. اینا محلی هایی خواهند بود که عناصری بتونن رد و بدل بشن. پس محدوده استخوانی حفره اینفراتمپورال مشخص شد. میگیم که حفره اینفراتمپورال شامل بر یک تعدادی رباط، عضلات، شریان و اعصابی خواهد شد. رباط ها رو این تصویر داره به صورت شماتیک نشون میده. میگیم در داخل حفره اینفراتمپورال 4 تا رباط وجود داره. رباط استایلو مندیبولار، اسفنو مندیبولار، تریگو مندیبولار و تریگو اسپاینوس. 4 تا رباطی هست که اینجا وجود خواهد داشت. رباط استایلو مندیبولار، اینجا گفتیم که فاشیای غده بزاقی پاروتید ضخیم شد و یه رباط ساخت به اسم رباط استایلو مندیبولار. موقعیت این رباط استایلو مندیبولار رو مشاهده میکنید. از زائده استایلوئید تا به زاویه مندیبل در واقع کشیده میشه.
رباط اسفنومندیبولار رباط دیگری است. از اسپاین استخوان اسفنوئید تا به لینگولا از مندیبل کشیده میشه. تریگومندیبولار از همیولوس از زائده تریگوئید شروع میشه تا به خط مایلوهایوئید از مندیبل ادامه داره و رباط انتهایی تحت عنوان رباط تریگو اسپاینوس است. از اسپاین این بار به صفحه خارجی از زائده تریگوئید کشیده خواهد شد. این 4 تا رباط رو به عنوان رباط‌های جانبی، به عنوان رباط‌های کلترال برای مفصل TMJ هم در نظر خواهیم گرفت. از جهت مجاورت‌هایی که خدمتتون توضیح خواهم داد به این رباط اسفنومندیبولار بیشتر دقت خواهید کرد. عنصر بعدی در داخل حفره اینفراتمپورال عبارت است از 2 تا از عضلات جونده هستند. عضلاتی که بهش خواهیم گفت عضلات تریگوئید، یکی عضله لترال تریگوئید، یکی عضله مدیال تریگوئید هست. پس عضله لترال و مدیال تریگوئید عناصر دیگه‌ای هستند که تو حفره اینفراتمپورال وجود خواهند داشت. موقعیت عضله لترال تریگوئید رو می‌بینید. عضله لترال تریگوئید دارای 2 تا سر هست، سر فوقانی و تحتانی. سر فوقانی شروع میشه از بال بزرگ اسفنوئید. بال بزرگ اسفنوئید یه سطح اینفراتمپورال، ستیق اینفراتمپورال وجود داشت. از این سطح و از این ستیق اینفراتمپورال شروع میشه. سر تحتانی از زائده تریگوئید از سطح خارجی صفحه خارجی زائده تریگوئید هست. خب از این 2 تا محلی که گفتیم عضله شروع میشه، یه مسیر عرضی از قدام به خلف براش وجود داره، میره به سمت مفصل TMJ، به کپسول مفصل، به دیسکی که داخل مفصل هست و به همچنین به حفره تریگوئید که در نمای قدامی گردن مندیبل هست قراره که متصل بشه. خب عضله بعدی عضله مدیال تریگوئید هست. عضله مدیال تریگوئید دوباره از زائده تریگوئید شروع میشه، منتها این بار از نمای داخلی صفحه خارجی زائده تریگوئید. این تصویر میتونه این رو به ما کمک کنه که ببینیم. همچنین از ماگزیلاری توبروزیتی شروع میشه، به صورت مایل به سمت پایین و خلف و خارج حرکت میکنه به راموس مندیبل و نمای داخلی انگل یا زاویه مندیبل در واقع متصل خواهد شد. مشخصه که اگه عضله مدیال تریگوئید منقبض بشه میتونه مندیبل رو ببره به سمت بالا و جلو. عضله لترال تریگوئید منقبض بشه میتونه که گردن مندیبل، سر مندیبل، دیسک مفصلی رو به سمت قدام بکشه. این حرکت یک حرکت مهم برای باز شدن دهان هست. به این ترتیب میتونیم بگیم که عضله لترال تریگوئید توی باز شدن دهان، مدیال تریگوئید توی بستن دهان نقش داره. جلسات گذشته ما عضلات تمپورالیس و عضله مستر رو هم در ارتباط با عضلات مستیکیتوری خدمتتون توضیح دادیم که اون 2 تا عضله هم بیشتر در نقش بستن دهان حائز اهمیت خواهند بود. یه تصویری هم اینجا گذاشتم که حرکت‌های مختلف مفصل TMJ و عضلات درگیر اونها رو براتون نشون میده که حتما نگاه خواهید کرد. تصویر بعدی داره از نمای خلفی به دهان، به بینی، دهانه خلفی بینی و نهایتاً به حفرات اینفراتمپورال نگاه میکنه. تصویر مناسبی است که علت نامگذاری عضلات لترال و مدیال تریگوئید براتون بهتر مشخص میشه. لترال تریگوئید خارجی در هست نسبت به مدیال تریگوئید. خب از بین اون رباط هایی که خدمتتون گفتیم، رباط اسفنومندیبولار ما بین این 2 تا عضله داره به سمت پایین کشیده میشه. شریان و اعصابی که تو این حفره خدمتتون قرار توضیح بدیم عمدتاً ما بین این 2 تا عضله است و شاخه های اونها یا میرن بالا یا به سمت پایین جریان خواهند داشت. در جهت مجاورت ها نکته نهایی که اضافه کنم، مدیال تریگوئید رو نگاه کنیم در سمت داخل خودش میاد میرسه به موقعیت کام. اینجا کام نرم خواهد بود و خارجی ترین عضله از کام نرم عضله کشنده کام نرم هست، تنسور ویلی پالاتینی هست. به این ترتیب خواهیم گفت که عضله مدیال تریگوئید در سمت داخل خودش با تنسور ویلی پالاتینی مجاورت خواهد داشت.
اما شریانی که در داخل حفره اینفراتمپورال با یه مسیری به صورت مایل به سمت گدام و داخل داره طی مسیر میکنه، یکی دیگه از شاخه‌های انتهایی کاروتید خارجی است. خب این کاروتید خارجی یه شاخه انتهاییش تمپورال سطحی بود، گفتیم براتون. شاخه بعدیش ماگزیلاری هست. این شریان ماگزیلاری هست که از مابین گردن مندیبل که الان برداشته شده و رباط اسفنومندیبولار حرکت میکنه، وارد حفره اینفراتمپورال میشه، میاد میرسه به عضله لترال تریگوئید، به سر تحتانی اون، معمولا از سطح این سر یا از عمق این سر حرکت میکنه تا برسه به فاصله بین دو تا سر لترال تریگوئید. از اونجا هست که نفوذ میکنه به طرف داخل، میره به سمت حفره تریگوپالاتین. بر اساس این مسیری که خدمتون گفتم، به این ترتیب از جهت اینکه راحت شاخه ها رو بتونیم توضیح بدیم، میگیم که ماگزیلاری آرتری شامل بر 3 قسمت: ناحیه مندیبولار داره، ناحیه تریگوئید داره، ناحیه تریگوپالاتین داره. پس ناحیه مندیبولار داره، ناحیه تریگوئید داره و قسمت تریگوپالاتین براش خواهیم داشت. همین رنگ ها رو تو این تصویر هم میتونید نگاه کنید. ناحیه مندیبولار، ناحیه تریگوئید و ناحیه تریگوپالاتین رو میتونید که اینجا مشاهده بفرمایید. و از هر کدوم از این قسمت ها شاخه هایی قرار منشأ بشه. بالغ بر 15 تا شاخه از قسمت های مختلف این شریان قرار جدا بشه. شروع بکنیم از این شاخه هایی که وجود داره. از اولین قسمت عمده شاخه هایی هستن که به سمت بالا حرکت میکنن. اولین شاخه دیپ اوریکولار هست، حرکت میکنه به سمت مجرای گوش. میتونه قسمتی از مجرای گوش، قسمتی از پرده صماخ رو خون رسانی بکنه. شاخه بعدی شاخه انتریور تیمپانیک هست. این شاخه انتریور تیمپانیک داره میره به سمت شیار یا درز گلازر، درز پتروتیمپان یا درز گلازر. این درز گلازر راه داره به گوش میانی، از این جهتی که بس وارد گوش میانی میشه. انتریور تیمپانیک یا صماخی گدامی از این جهت نامگذاری شده. یکی از شاخه های مهم از اولین قسمت شریان میدل مننژال هست. شریان میدل مننژال حرکت میکنه به سمت بالا، از فورامن اسپاینوزوم وارد جمجمه میشه. تصویر بعدی امتداد این شریان رو نشون میده. داخل جمجمه تو حفره کرانیال میانی هست و بعد به 2 تا شاخه تقسیم میشه. یکی از شاخه های اون از نمای داخل ناحیه‌ای به اسم ناحیه پتریون یا ناحیه تیریان عبور میکنه. مستحضرید ناحیه تیریان توی حفره تمپورال از جمجمه قسمتی بود که 4 تا استخوان به هم میرسید و جز قسمت‌های ضعیف جمجمه بود. چنان که صدماتی، ضرباتی وارد بشه به این ناحیه، جمجمه تو این قسمت بشکنه، این شکستگی ممکنه باعث پاره شدن این شریان بشه. پاره شدن شریان باعث میشه که خونریزی قابل توجهی داخل جمجمه و بیرون سخت‌شانبه، بهش میگیم اکسترادورال هموریج، خونریزی های خارج سخت‌شانبه‌ای اتفاق بیفته. از اون جهت که فضای داخل جمجمه یه فضای بسته و ثابتی است، خونریزی تو این قسمت باعث میشه که فشار وارد بکنه به مغز و این فشار منتقل میشه به مغز به سمت پایین به طرف فورامن مگنوم فشرده میشه. ساقه مغز فرو میره توی فورامن مگنوم. بدونیم که ساقه مغز قسمتی هست که داره مراکز حیاتی بدن رو کنترل میکنه. فشار به این قسمت ها باعث خواهد شد که در واقع مراکز حیاتی بدن، کنترل تنفس، ضربان قلب از کار بیفته و لذا به این ترتیب اکسترادورال هموریج تشخیص اون و خارج کردن این هماتوم جزو اورژانس های در واقع پزشکی خواهد شد. پس میدل مننژال اهمیتش مشخص شد. شاخه بعدی شاخه اکسسوری مننژال هست. ممکن از میدل مننژال یا از شاخه های دیگه جدا بشه و اگر این شاخه شریانی وجود داشت میره به سمت بالا، از فورامن اووال وارد جمجمه خواهد شد. از قسمت اول یک شاخه هم به سمت پایین هست، به سمت استخوان مندیبل. این شاخه رو به شاخه اینفریور آلوئولار خواهیم گفت.
تصویر بعدی مسیر این شاخه اینفریور آلوئولار رو برای ما مشخص خواهد کرد. اینفریور آلوئولار به سمت پایین وارد کانال مندیبولار میشه. توی این کانال به سمت کدام حرکت میکنه؟ به دندانها، ریشه دندانها، شاخه های شریانی دریافت میکنه. از فورامن منتال یه شاخه چانه‌ای وارد صورت میشه. قبل از اینکه این شریان اینفریور آلوئولار وارد کانال مندیبولار بشه، یه شاخه ای ازش جدا میشه تحت عنوان شاخه مایلوهایوئید. این شاخه مایلوهایوئید داره میره به سمت عضله مایلوهایوئید. این نکته هم اضافه کنم که البته در ادامه بحث خواهم گفت، شریان اینفریور آلوئولار، شریان مایلوهایوئید با اعصاب همنام خودشون همراهی خواهند شد. خب اینا میشن 5 تا شاخه‌ای که از قسمت اول شریان جدا میشه. میایم برای قسمت دوم شریان. قسمت دوم شاخه ها عمدتاً شاخه های عضلانی است، برای عضلات جونده یا مستیکیتوری که وجود داره. 2 تا شاخه میره به زیر عضله تمپورالیس، بهش میگن شاخه های دیپ تمپورال، انتریور و پوستریور دیپ تمپورال به این ترتیب به وجود میاد. شاخه های تریگوئید برای عضلات تریگوئید هست که میتونه تعداد زیادی داشته باشه. شاخه مستتریک میره به عمق عضله مستتر که تو این ناحیه وجود داره. و یک شاخه میاد به سمت صورت روی عضله بوکسیناتور، به شاخه بوکال خواهیم گفت. اینا میشن شاخه هایی که از قسمت دوم شریان ماکسیلاری جدا میشه. خب از قسمت دوم این شریانم رد بشم، قسمت سوم جایی بود که از بین 2 تا سر لترال تریگوئید عبور میکرد، وارد حفره تریگوپالاتین میشد و ادامه مسیر خودش رو خواهد داشت. از سومین قسمت هم شاخه هایی جدا میشه. اولین شاخه ای که میتونیم بگیم شریان پوستریور سوپریور آلوئولار هست. شریان پوستریور سوپریور آلوئولار به نمای خلفی ماکسیلا مجاور هست. اینجا سوراخ‌هایی وجود داره، از اون وارد استخوان میشه، میره به سینوس ماکسیلاری و همچنین به دندان‌های آسیای بزرگ و ممکنه به آسیای کوچک هم شاخه‌هایی رو فراهم بکنه. شاخه بعدی شاخه اینفرا اوربیتال هست. شاخه اینفرا اوربیتال از طریق شکاف اوربیتال تحتانی وارد اوربیت میشه. کف اوربیت ناودان اینفرا اوربیتال و بعد کانال اینفرا اوربیتال و نهایت به سوراخ اینفرا اوربیتال در صورت میرسیم. این شریان توی این مسیر نهایت میاد میرسه به صورت. توی این مسیر خودش توی اوربیت شاخه هایی میتونه توی اوربیت داشته باشه. شاخه های انتریور سوپریور آلوئولار برای دندان های پیش و نیش و ممکنه که میدل سوپریور آلوئولار برای دندان های آسیای کوچک وجود داشته باشه. پس همینجا توجه کردید که 3 تا شریان برای دندان های ردیف بالایی بود: انتریور، میدل و پوستریور سوپریور آلوئولار. پس انیا و شریان هایی که میرن به فک فوقانی، به آلوئول فوقانی، گدامی، میانی و خلفی. خب از قسمت سوم شریان 2 تا شاخه کوچک هم وجود داره که از طریق کانال تریگوئید، کانال پالاتو واژینال داره میره به قسمت فوقانی حلق. اینجا موقعیت حلق هست، جداره حلق، عضله کانستریکتور فوقانی حلق رو میبینید. فاشیای فارینگو بازیلار اینجا براتون مشخص هست. پس اینجا موقعیت حلق هست. 2 تا شاخه کوچک هم میره به سمت حلق. شاخه‌های فرنژیال و شاخه‌ای که از طریق کانال ویدیان یا کانال تریگوئید میره به قسمت فوقانی حلق. توی حفره تریگوپالاتین میدونیم که این حفره تریگوپالاتین ارتباط داره، راه داره به دهان از طریق کانال پالاتین بزرگ و کوچک. از داخل این کانال ها شریان های پالاتین بزرگ و کوچک هم وجود داره. شریان پالاتین بزرگ از کانال مربوطه خودش وارد دهان میشه، سقف دهان میره به سمت کدام، پالاتین کوچک میرسه به سقف دهان و از اونجا میره به سمت کام نرم و به لوزه کامی قراره که خون رسانی داشته باشه. خب این شریان میره به سمت حفره تریگوپالاتین. اون طرف حفره تریگوپالاتین میاد میرسه به بینی. انتهای این شریان به این ترتیب میرسه به بینی. برای اینکه به بینی برسه بایستی از سوراخ اسفنوپالاتین رد بشه، لذا انتهای این شریان رو میگیم شریان اسفنوپالاتین. اسفنوپالاتین از سوراخ همنام خودش وارد بینی میشه، میاد میرسه به معاطوس فوقانی بینی.
و اونجا به 2 تا شاخه تقسیم میشه. شاخه‌ای که برای جداره خارجی بینی و برای سپتوم بینی هست. همین تصویر رو نگاه کنید ببینید که این شاخه عمدتاً برای نیمه خلفی بینی خواهد بود. اضافه کنم به این تصویر برای اینکه براتون مشخص بشه چی هست، داره حفره سمت راست بینی رو نشون میده، جداره خارجی بینی، و به صورت لولایی سپتوم بینی رو برش داده و به سمت بالا جابجا کرده. پس ما همزمان داریم جداره خارجی بینی و سپتوم بینی رو میبینیم. شریان اسفنوپالاتین به این ترتیب به 2 تا شاخه‌ای که برای نیمه خلفی از بینی توی جداره خارجی و توی سپتوم بینی هست. لذا بهش میگیم شاخه های پوستریور لترال نازال، شاخه پوستریور سپتال نازال. به این ترتیب نیمه خلفی بینی توی جداره خارجی و سپتوم بینی خون رسانی خواهد شد. شاخه‌ای که روی سپتوم بینی هست در طرفین استخوان وومر، این هم استخوان وومر، مجاور استخوان وومر میره به سمت پایین تا به کانال اینسایزیو برسه. اینجا هم کانال اینسایزیو هست. توی کانال اینسایزیو اینجا موقعیت شریان پالاتین بزرگ هست. با شریان پالاتین بزرگ هم آناستوموس هایی رو در واقع ایجاد خواهد کرد. نکته مهمی که این بحثی که گفتم ایجاد میکنه یک ناحیه‌ای به اسم ناحیه لیتل یا ناحیه کیسلباخ هست. کجا قرار گرفته؟ توی سپتوم بینی. این سپتوم بینی در قسمت وستیبول بینی محلی هست که معمولا 4-5 تا شاخه شریانی میاد اینجا و با همدیگه آناستوموس میده. از نمای صورت شریان فیشیال شاخه‌ای به بینی داشت و این شاخه میاد میرسه به این قسمت. شریان پالاتین بزرگ میاد میرسه به این صورت. شاخه‌ای که الان براتون گفتیم شاخه اسفنوپالاتین روی سپتوم بینی میاد میرسه به صورت. همچنین شاخه اتمویدال، انتریور اتمویدال هم میتونه بیاد به این ناحیه برسه. انتریور اتمویدال شاخه‌ای هستش از کاروتید داخلی که نهایت به بینی رسیده. به این ترتیب ما روی سپتوم بینی در ناحیه وستیبول بینی محلی رو داریم که 4-5 تا شاخه میاد به همدیگه میرسه. این محل شایع‌ترین محل نیست که طی دستکاری‌هایی که فرد توی بینی انجام میده خونریزی‌های از بینی اتفاق میفته. پس از این جهت حائز اهمیت بالی نیست. این ناحیه کیسلباخ یا لیتل نامگذاری میشه. خب از بحث شریان‌ها که رد بشیم، وریدهاست. هم اسم شریانی که گفتیم وریدها وجود دارن. این وریدها به همدیگه ارتباط دارن و یه شبکه وریدی تحت عنوان شبکه وریدی تریگوئید اینجا وجود داره. این شبکه وریدی تریگوئید عمدتاً در اطراف عضله لترال تریگوئید هست. نهایت از این شبکه یه وریدی خارج میشه، بهش میگیم ورید ماکسیلاری. خب شریان ماکسیلاری بود. پایین تر از اون ورید ماکسیلاری است. این ورید ماکسیلاری به ورید تمپورال سطحی وصل میشه داخل غده پاروتید و همونطور که گفتم تشکیل ورید رترومندیبولار رو میده. ماجرای ورید رترومندیبولار رو هم خدمتتون گفتیم. همچنین این شبکه ارتباط داره با ورید فاشیالی که در ناحیه صورت هست. از طریق ورید دیپ فاشیال این ارتباط میسر خواهد شد. خب از بحث شریان‌های حفره اینفراتمپورال هم رد بشیم، میرسیم به اعصابی که در ناحیه اینفراتمپورال هست. خب این اعصاب بیشتر مربوط هست به عصب تریژمینال، به زوج 5 مغزی. جلسه گذشته توضیحات مختصری دادیم براتون در مورد این عصب که متولی حسی صورت هست و 3 تا شاخه کلی داشت، افتالمیک داشت، ماکسیلاری و مندیبولار. شاخه مندیبولارش مستقیما وارد حفره اینفراتمپورال میشه. شاخه ماکسیلاری اون از طریق حفره تریگوپالاتین به مسیرش ادامه میده. پس وقتی میخوایم اعصاب ناحیه اینفراتمپورال رو بررسی کنیم، این 2 تا شاخه رو یعنی شاخه مندیبولار و ماکسیلاری رو باید بتونیم که بررسی داشته باشیم. اول از شاخه مندیبولارش شروع میکنم. شاخه مندیبولار در مابین 3 تا شاخه عصب زوج 5 بزرگترینش هست. ضمن اینکه حسی و حرکتی است. اون 2 تای دیگه فقط واجد الیاف حسی است. این یکی حسی و حرکتی است. حرکتیش برای عضلات جونده است. به این ترتیبه که میگیم عضلات مستیکیشن صورت عصبشون عصب در واقع زوج 5 مغزی خواهد بود.
خب عصب مندیبولار از طریق فورامن اووال وارد حفره اینفراتمپورال میشه. یه تنه اصلی داره و بلافاصله به دو قسمت، یه تنه کوچکتر گدامی و یه تنه بزرگتر خلفی قرار تقسیم بشه. چه از تنه اصلی چه گدامی و خلفی شاخه هایی قراره که منشعب بشه. خب از تنه گدامی از نمای دیگری داریم به این عصب نگاه میکنیم. از تنه اصلی این عصب یه شاخه مننژال هست، بلافاصله برمیگرده وارد جمجمه میشه. شاخه‌های بعدی شاخه‌های حرکتی هست برای عضله مدیال تریگوئید اینجا و همچنین شاخه‌هایی هستن برای عضلات تنسور ویلی پالاتینی اینجا، تنسور تیمپانی اینجا. پس از قسمت اول یه شاخه حسی، شاخه مننژال و یه سری شاخه‌های حرکتی در واقع جدا شد. خب تنه اصلی گفتیم به قسمت گدامی و خلفی تقسیم میشه. قسمت گدامی تنه کوچکی است، قسمت خلفی تنه بزرگتری هست. میگیم از قسمت تنه گدامی و از تنه خلفی عصب مندیبولار هر کدوم از اینها به 4 تا شاخه تقسیم میشه. از 4 تا شاخه تنه گدامی 3 تا از این شاخه ها حرکتی و یکی شاخه حسی است. شاخه حسی که در امتداد این تنه گدامی است از مابین 2 تا سر عضله لترال تریگوئید هم رد میشه، میاد میرسه به روی عضله بوکسیناتور. این مخاطی که مجاورشه، پوستی که تو این ناحیه هست، با این عصب قرار حسش تامین بشه. شاخه های حرکتی برای عضله تمپورال هستن، شاخه های دیپ تمپورال، انتریور و پوستریور دیپ تمپورال با شریان های همنام خودش همراهی میشه. شاخه مستره که از روی عضله لترال تریگوئید رد میشه میرسه به عضله مستر با شریان همنام خودش همراهی میشه و شاخه ای برای خود عضله لترال تریگوئید هست که اینجا میتونید ببینید. پس به این ترتیب متوجه شدیم که از تنه گدامی 4 تا شاخه، 3 تا حرکتی و یکی حسی هست. برعکس این اتفاق برای تنه خلفی است. از تنه خلفی 4 تا شاخه، 3 تا از اونها حسی و یه شاخه کوچک حرکتی وجود داره. شاخه هایی که برای عصب مندیبولار توی تنه خلفی خواهیم داشت عبارت است از شاخه لینگوال، شاخه اینفریور آلوئولار، شاخه مایلوهایوئید و شاخه اوریکولو تمپورال هست. 2 تا از این شاخه ها مابین عضله لترال و مدیال تریگوئید دارن به سمت پایین حرکت میکنن. گدامی شاخه لینگوال، خلفی و ضخیم‌تر شاخه اینفریور آلوئولار هست. همینجا نگاه میکنید که شاخه لینگوال میره به سمت پایین و مجاور میشه با یک گانگلیونی. این گانگلیون رو جلسه گذشته خدمتون گفتیم در ارتباط با ترشح غدد بزاقی کف دهان بود. این گانگلیون اسمش بود گانگلیون ساب مندیبولار و مسئول ترشح غدد بزاقی ساب مندیبولار و ساب لینگوال بود. خب وقتی که این گانگلیون رو توضیح میدادیم گفتیم که پاراسمپاتیکش از عصب کوردا تیمپانی فراهم میشه. همینجا مشاهده میکنید که یه عصب کوچکی میاد اضافه میشه به عصب لینگوال. این عصب کوردا تیمپانی است. میخوایم مسیرش رو بهتر مشاهده کنیم. خب عصب تریژمینال شاخه مندیبولار اون، شاخه لینگوال اون رو دارید مشاهده میکنید. این عصب زوج 7 هست، داره به سمت پایین به طرف فورامن استیلوماستوئید میره و اینجا توی کانال مربوطه خودش یک شاخه جدا میشه تحت عنوان کوردا تیمپانی. این کوردا تیمپانی وارد گوش میانی از درز گلازر خارج میشه. درز گلازر در واقع اونو میرسونه به حفره اینفراتمپورال، جایی که عصب لینگوال داره حرکت میکنه. به این ترتیب اضافه میشه به این عصب، همراه این عصب داره حرکت میکنه و به این ترتیب اضافه میشه به این گانگلیون. خاطرتونه که گفتیم کوردا تیمپانی حس چشایی داشت، همراه عصب لینگوال میره به سمت زبان، حس چشایی 2/3 گدامی زبان رو فراهم کنه. خود عصب لینگوال هم حس عمومی 2/3 گدامی زبان رو فراهم خواهد کرد و پاراسمپاتیکش هم برای این گانگلیون و غدد بزاقی کف دهان هست. خب
نکته بالینی به این قسمت اضافه میکنم اینکه این عصب لینگوال توی حرکت خودش به سمت کدام مجاور میشه و زیر مخاطی هست که مجاور دندان عقل ردیف پایین قرار میگیره. به این ترتیب این دندان عقل ردیف پایین هم معمولا جراحی میشه، برداشته میشه. ممکنه که به این عصب در واقع به عصب لینگوال صدمه وارد بشه. عنایت خواهید داشت که صدمه به عصب لینگوال نه تنها حس گدامی، حس 2/3 گدامی زبان، حس عمومیش رو از دست میده، حس چشایی رو هم اونجا از دست خواهد داد و لذا از جهت بالینی در واقع مهم هست. برگردیم شاخه بعدی عصب اینفریور آلوئولار هست. عصب اینفریور آلوئولار با شریان همنامش همراهی میشه، وارد کانال مندیبل میشه، اونجا شاخه هایی به دندان ها میده، نهایتا یه شاخه منتال هم وارد صورت خواهد کرد. از این شاخه اینفریور آلوئولار قبل از اینکه وارد کانال مندیبولار بشه شاخه مایلوهایوئید جدا میشه. این شاخه مایلوهایوئید به سمت پایین میره به سمت عضله مایلوهایوئید، بطن گدامی دیگاستریک. جلسه گذشته این دوتا عضله رو گفتم و در مورد این عصب خدمتتون توضیح دادم. پس عنایت کردید که عصب مایلوهایوئید میره به سمت عضله مایلوهایوئید. این عصب شاخه‌ای بود از عصب زوج 5 مغزی. آخرین شاخه در واقع مربوط میشه به عصب اوریکولوتمپورال. عصب اوریکولوتمپورال 2 تا ریشه داره. از مابین این 2 تا ریشه شریان میدل مننجار عبور میکنه. یه مسیر تقریبا افقی داره به سمت خلف و بعد دور میزنه به سمت بالا تا بیاد برسه به ناحیه تمپورال. به این تصویر نگاه کنیم خواهید دید که از بیس غده بزاقی پاروتید عقب‌تر از شریان و ورید تمپورال سطحی خارج میشه و میاد میرسه به سمت لترال جمجمه و میره به سمت اسکالپ. عصب اوریکولوتمپورال یا عصب گوشی گیجگاهی مشخص میکنه که قسمت‌هایی از گوش رو نواحی سبز رنگ که توی تصویر نشون داده از مجرای گوش، از پرده سماخ، از لاله گوش داره به وسیله عصب اوریکولوتمپورال عصب حسی خودش رو دریافت میکنه. انتهای این عصب هم داره میره به سمت اسکالپ. وقتی اسکالپ رو توضیح میدادیم این عصب رو هم در مورد در واقع قسمتی از اعصابی که داره تامین میکنه حس اسکالپ رو اونجا مورد تاکید قرار دادیم. خب یه نکته بالینی دیگه در ارتباط با عصب مندیبولار اضافه کنیم و ادامه بدیم، اینکه خود عصب اینفریور آلوئولار داخل کانال مندیبولار هم داره طی مسیر میکنه. توی این مسیر خودش مجاور میشه با ریشه دندان عقل. همونطور که در ارتباط با عصب لینگوال گفتیم دندان عقل معمولا فک کوچک باقی میمونه، درست رشد نمیکنه و سعی میکنن که این دندان عقل رو خارج کنن. عدم دقت در خارج کردن یا اکسترکشن این دندان عقل ردیف پایین ممکنه باعث بشه به این عصب اینفریور آلوئولار هم صدماتی وارد بشه. پس دندان عقل ارتباطش با عصب لینگوال اینفریور آلوئولار مد نظرتون خواهد بود. خب شاخه بعدی که میخوایم بررسی بکنیم از عصب زوج 5 عصب ماگزیلاری هست. عصب ماگزیلاری از گانگلیون تریژمینال جدا میشه، وارد فورامن روتاندوم میشه. فورامن روتاندوم اینو میرسونه به حفره تریگوپالاتین. حفره تریگوپالاتین از طریق شکاف اوربیتال تحتانی راه داره به اوربیت، به این ترتیب میرسه به اوربیت. توی ناودان اینفراوربیتال، کانال اینفراوربیتال، نهایت سوراخ اینفراوربیتال اونو میرسونه به صورت. به این ترتیب میگیم عصب ماگزیلاری یه مسیر تقریبا افقی داره، یه قسمتی داخل جمجمه، یه قسمتی تو حفره تریگوپالاتین، یه قسمتی توی اوربیت و انتهای اون به سمت صورت میرسه. از اولین قسمت شاخه مننژال برای مننژ قسمت حفره کرانیال میانی. دومین قسمت شاخه‌های قابل توجهی داره، من جمله شاخه پوستریور سوپریور آلوئولار هست. مجاور میشه با سطح خلفی ماگزیلا از طریق سوراخ‌هایی که هست وارد ماگزیلا به سینوس ماگزیلا در قسمت خلفی، دندان‌های آسیای بزرگ ردیف بالا و لثه مجاور اونها در قسمت خارجی
در واقع حس خواهد داد. معمولا یه جفت شاخه گانگلیونی داره. این شاخه‌های گانگلیونی وارد گانگلیون بزرگی میشن که تو حفره تریگوپالاتین هست. این گانگلیون توی حفره تریگوپالاتین از این جهت بهش میگیم گانگلیون تریگوپالاتین. در موردش توضیح خواهیم داد. شاخه بعدی شاخه زایگوماتیک هست. شاخه زایگوماتیک از دومین قسمت جدا میشه، وارد اوربیت میشه از طریق شکاف اوربیتال تحتانی و اونجا به دو تا شاخه زایگوماتیک و تمپورال و زایگوماتیک و فیشیال تقسیم میشه. هم اسم با این دو تا عصب سوراخ‌هایی بودن تو استخوان زایگوما که میرسیدن به سمت صورت و به سمت ناحیه تمپورال. به این ترتیب شاخه های زایگوماتیک و تمپورال و زایگوماتیک و فیشیال به صورت و به قسمت حفره تمپورال و نهایت به اسکالپ خواهند رسید. پس از دومین قسمت یه سری شاخه هایی جدا شدن. سومین قسمت در واقع داخل ناودان و کانال اینفراوربیتال هست. اینجا شاخه های میدل سوپریور آلوئولار و انتریور سوپریور آلوئولار جدا میشه که برای دندانهای آسیای کوچک دندانهای پیش و نیش ردیف بالا هست. نهایت این عصب میاد میرسه به صورت. اونجا شاخه هایی ازش جدا میشه برای لب فوقانی، برای بینی و همچنین برای پلک تحتانی. این هم شاخه های فیشیال اون خواهد بود. عنایت دارید که عصب ماگزیلاری یه عصب حسی هست و همه این شاخه هایی که خدمتتون گفتیم در واقع شاخه های حسی خواهند شد. نکته بعدی گفتیم که این عصب ارتباط داره با گانگلیون تریگوپالاتین. یه جفت شاخه هم در واقع شاخه‌های حسی بودن که وارد این گانگلیون خواهند شد. به این ترتیب مطلب مهم دیگری که بایستی آشنا بشیم مربوط هست به گانگلیون تریگوپالاتین. گانگلیون تریگوپالاتین در واقع یکی دیگه از گانگلیون های پاراسمپاتیکی سر و گردن هست. در واقع بزرگترین گانگلیون پاراسمپاتیکی سر و گردن هست. خب مستحضره که این گانگلیون ها ازش الیاف در واقع سمپاتیک عبور میکرد، سیناپس نمیداد، پاراسمپاتیک سیناپس میده و الیاف حسی و حرکتی که برای این گانگلیون الیاف حسی خواهد بود. خب میخوام بگیم این الیاف چی هست. اولیش رو خدمتتون گفتیم، الیاف حسی از طریق عصب ماگزیلاری اضافه میشه به این گانگلیون. از این گانگلیون شاخه های جدا میشه. توی این شاخه ها این الیاف حسی در واقع توزیع خواهد شد. الیاف سمپاتیک خواهد رسید به این گانگلیون از طریق سمپاتیکی که همراهی میکنه شریان کاروتید داخلی رو. شریان کاروتید داخلی داخل کانال کاروتید توی پتروس داره حرکت میکنه. پتروس استخوان تمپورال. یه شبکه‌ای از سمپاتیک مجاورش هست. از این شبکه مجاور با فورامین لسروم یه شاخه جدا میشه به اسم دیپ پتروزال، پتروزال عمقی. این دیپ پتروزال واجد الیاف سمپاتیکی است. الیاف سمپاتیکی پس به این ترتیب در واقع جدا شد از سمپاتیک اطراف کاروتید داخلی. خب فورامین لسروم از این تصویر هم استفاده کنیم. اینجا فورامین لسروم جداره قدامی فورامین لسروم کانال ویدین هست. پس از طریق کانال ویدین حرکت میکنه تا برسه به در واقع گانگلیون تریگوپالاتین. میاد میرسه به این گانگلیون بدون سیناپس، همراه شاخه های این گانگلیون داره توزیع میشه. اما پاراسمپاتیک به این گانگلیون فراهم میشه از طریق عصب زوج هفتم مغزی یا عصب فیشیال. به این عصب زوج هفتم نگاه میکنید، یه برشی زده جایی که پتروس و در واقع گوش میانی رو نشون میده. عصب زوج هفتم میاد میرسه به گوش میانی، اونجا دور میزنه، یه خم شدنی اتفاق میفته و بعد میره به سمت پایین. همون جایی که عصب فیشیال داره خم میشه تا در جداره داخلی از حفره گوش میانی قرار بگیره. اینجا یه شاخه ازش جدا میشه. این شاخه رو بهش میگیم شاخه گریتر پتروزال. شاخه گریتر پتروزال در واقع حرکت میکنه روی پتروس، روی تگمنت تیمپانی یک کانالی بود
و یه ناودانی بود تحت عنوان ناودان پتروزال بزرگ. روی این ناودان حرکت میکنه به سمت گودام، میاد دوباره میرسه به فورامن لاسروم. جلوی فورامن لاسروم کانال ویدین، وارد کانال ویدین میشه تا برسه به گانگلیون تریگوپالاتین. پس به این ترتیب پاراسمپاتیک از عصب زوج 7 از طریق یه شاخه‌ای تحت عنوان گریتر پتروزال تونست برسه به گانگلیون. تو این گانگلیون قرار سیناپس بده و همراه شاخه‌های اون توزیع خواهد شد. به این ترتیب متوجه شدیم که گانگلیون تریگوپالاتین الیاف حسی براش وارد شد، سمپاتیک براش رسید و پاراسمپاتیک. خب به این ترتیب این الیاف اونجا وارد شدن، یا حالا سیناپس دادن یا نه، گفتیم به چه ترتیبی چه عنصری سیناپس میده و نه بعداً قرار شاخه هایی از این گانگلیون خارج بشه و منطقه‌ای رو در واقع عصب دهی بکنه. خب تصویر بعدی داره از بینی موقعیت گانگلیون تریگوپالاتین رو نشون میده. برای این کار در واقع صفحه عمودی استخوان پالاتین یه مقداری برداشته شده تا گانگلیون رو و شاخه هایی از اون رو بتونیم ببینیم. خب قطعا یه سری شاخه های نازال هستن. از طریق فورامن اسفنوپالاتین میاد وارد بینی میشه. این شاخه ها قسمت فوقانی و قسمت خلفی بینی رو توی جداره خارجی و سپتوم بینی، از این جهت بهش میگن شاخه های پوستریور سوپریور لترال نازال، پوستریور سوپریور سپتال نازال. اینا شاخه های بینیش هستن. شاخه‌ای که میاد روی سپتوم بینی معمولا شاخه بزرگتری است، معروف به عصب نازوپالاتین. عصب نازوپالاتین میره تا برسه به کانال اینسایزیو. از جمله شاخه‌های دیگر شاخه‌های پالاتین بزرگ و کوچک هست. توی کانال‌های همنام خودش داره میاد به سمت پایین. عصب پالاتین کوچک عمدتاً برای کام نرمه، برای لوزه کامی، حس این نواحی رو قرار تامین بکنه. عصب پالاتین بزرگ شاخه‌هایی میفرسته به جداره خارجی بینی، پوستریور اینفریور لترال نازال رو فراهم میکنه. تو کانال مربوطه خودش میرسه سقف دهان، توی سقف دهان به سمت گودام حرکت میکنه. حس سقف دهان لثه‌ای که در سمت داخل مثل دندانهای ردیف بالا هست تا نهایتاً برسه به کانال اینسایزی و اونجا مجاور میشه در واقع با شاخه‌های انتهایی عصب نازوپالاتین. قطعا شاخه‌های کوچکتری هم به سمت خلف به موقعیت حلق در واقع از اون جدا خواهد شد. خب پاراسمپاتیکی که در واقع برای گانگلیون تریگوپالاتین خدمتون گفتیم مسئول ترشح غده اشکی هم هست. میخوایم بگیم از چه طریقی. خدمتون گفتیم که پاراسمپاتیک رسید به گانگلیون تریگوپالاتین. گانگلیون تریگوپالاتین ارتباط داشت با شاخه های گانگلیونی برسه به عصب ماکسیلاری. به این طریق پاراسمپاتیک از طریق این شاخه رسید به عصب ماکسیلاری. عصب ماکسیلاری همینجا شاخه‌ای داشت تحت عنوان شاخه زایگوماتیک. این پاراسمپاتیک اضافه میشه به زایگوماتیک، وارد میشه به شاخه زایگوماتیک و تمپورال. این شاخه زایگوماتیک و تمپورال ارتباط داره با یه عصبی به اسم عصب لکریمال. این عصب لکریمال داره میره به سمت غده اشکی. پاراسمپاتیک رو هم با خودش به سمت غده اشکی خواهد بود. از نمای گدامی هم داره همین موضوع رو براتون نشون میده، جایی که ارتباطی ایجاد میشه ما بین عصب زایگوماتیک و در واقع تمپورال با شاخه لکریمال و این لکریمال داره میره به سمت غده اشکی. به این ترتیب جمع‌بندی که انجام بدیم این نکته خواهد بود که گانگلیون تریگوپالاتین الیافی که از این گانگلیون داره خارج میشه عمدتاً داره میره به سمت بینی، به سمت کام و میره به سمت غده اشکی. پاراسمپاتیک میتونه ترشح غدد این نواحی رو افزایش بده، سمپاتیک ترشح اینا رو میتونه که کاهش بده و جزء سوم حسی هست که حسی این نواحی رو داره تامین میکنه. خب این مطلبی بود که میبایستی امروز براتون توضیح میدادیم.
امیدوارم که مفید به فایده بوده باشه. میتونید مطالعه کنید، اشکالی سوالی احیانا اگر براتون مطرح بشه میتونید که به طریق مقتضی توی سایت و سامانه نوید با ما در ارتباط باشید. با تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادید. آخرین مطلب این که رفرنس هایی که برای این بحث هست، مستحضری که ما معمولا کتاب آناتومی سر و گردن دکتر اکبری رو براتون توصیه میکنیم و هر حال رفرنس اصلیتون این کتاب. میتونید از کتاب های دیگه مشابه ترم های گذشته، کتاب اسنه، کتاب گری فور استودنت میتونه که راهگشا باشه و کمک بکنه به شما از جهت اینکه مطلب امروز راحت‌تر براتون مسجل بشه و یاد بگیرید. با تشکر و خسته نباشید.